سلام. سلام. خیلی وقت پیش که دوست داشتم توی یوتیوب تولید محتوا کنم به صورت مستمر، فکر کرده بودم که خب وقتی ویدیومو شروع میکنم چی بگم و تصمیم گرفته بودم اول همه ویدیوهام بگم سلام، امیدوارم حال دلتون خوش و تنتون سالم باشه. اما الان خیلی ها بین ما نیستن، چه برسه به اینکه بخواد تنشون سالم باشه و احتمالا حال خیلی هامون خوب نیست، حال دل خیلی هامون خوب نیست، چون یه سوگ جمعی طولانی رو تجربه کردیم و جنگ رو پشت سر گذاشتیم. یک جنگی که پر از ترس، پر از ناامیدی، پر از امید و پر از هیجانات متناقض بوده. پس فقط میتونم بگم سلام. وقتی داشتم آخرین ویدیویی که توی یوتیوب آپلود کردم و میدیدم، متوجه شدم که پر از امید بودم پر از امید بودم. داشتم نتیجه تلاش هامو میدیدم. شروع مسیر درمانگری من بود. مراجعه آنلاین داشتم، با یک کلینیک صحبت کرده بودم که کار کنم و خیلی چیزهای دیگه، خیلی برنامه های دیگه. خیلی حرفام پراکنده است. آره، قبل از این جریان ها من رفتم یه مسافرت، رفتم ترکیه و پیش خودم فکر میکردم که چه سال خوبی داره تمام میشه و چه سال بهتری قراره شروع شه. سال کار کردن، سال رسیدن به تلاش هام و سال پول در آوردن. یهو این اتفاقا افتاد و علاوه بر این که هممون رو تغییر داد، احتمالاً یه سری تاثیرات هم روی زندگی خصوصی هممون گذاشت و همین احتمالاً این ویدیو هم مثل بقیه ویدیوها یادگاری خواهد بود که چند ماه دیگه خودم بیام بهش نگاه کنم. نمیدونم مثلا شرایط، مسیر به من این اجازه رو میده که به صورت متوالی بیام اینجا و روایتگر چیزی باشم یا نه، اما امروز در این لحظه خواستم این حس و حال رو ثبت کنم. مثل بقیه ویدیو این مدت من مثل خیلیای دیگه، مثل هممون، فقط سعی کردم که زنده بمونم و ادامه بدم. الانم همین لحظه ای که الان دارم این ویدیو رو میگیرم باز زمزمه های جنگ هست و الان آماده شدم که بریم یه همایش در مورد روان درمانی و مختص روانشناساست. در حال حاضر کار خاصی انجام نمیدم، اما همچنان قراره که برای اون کلینیک کار کنم و حتی تولید محتوا کنم و تنها کاری که این مدت به صورت مستمر انجام دادم اینه که ورزش کردم. همین تنها چیزی که، تنها بهونه‌ای که من رو وصل کرد به زندگی و مجبورم میکرد یه فعالیتی بکنم تا این لحظه همین بود. ولی امیدوارم هر چقدر کند، هر چقدر سخت، همه چیز پیش بره برای همم. برای جامعه روانشناسی کفش پاشنه بلند پوشیدم. در واقع این دوستمون خیلی اذیت داره. در هم بگیم آها ولی کلا همینجوری. اومدن در واقع ریسرچ بیس کرایتریای رو مشخص برای منتال هلت تو روانشناسی میشناسیم و فکر میکنیم که این تقسیم بندی ها چه تأثیری رو سرنوشت مداخلات ما خواهند داشت. شاید کاری که امروز میخوام بکنم یه مقداری هم آشنا و هم ناآشنا. یک جامعه سالم برگرفته از یک خانواده سالمه. چطور میتونیم یک خانواده سالم داشته باشیم؟ چی باعث میشه که ما تفاوتی بین در واقع خانواده سالم و ناسالم رو بتونیم تعیین بکنیم؟ ما
سراغ یک دیدگاه بسیار مهم میریم تحت عنوان EFT Emotional Focus Therapy. تاکید شما عزیزانم به خصوص در دوره تینیجی در معرض این آسیب هستید، به خصوص زمانی که رابطه های بین فردی بین دخترها و پسرها معمولا افزایش پیدا کرده. هر کسی یه پارتنر انتخاب کرده و در تعامل عاطفی باش قرار میگیره. یکی دو سال کار کرد و روی کارش رو شروع کرد کار فری اسوسییشن. استاد راهنمای منه. قبل از اون سال 1800 من هفته بی‌حوصله‌ای گذروندم و وقتی که دیروز رفتم همایش خیلی واسه روحیم خوب بود. مدت ها بود توی یه محیط آکادمی نبودم، برای همین خیلی روی روحیم تاثیر داشت و بهم انگیزه داد. دیگه تا بیدار شدم و قهوه‌مو خوردم نشستم پای کارام. الان دارم روی کار پایان نامم کار میکنم. در واقع دارم پرسشنامه هایی که میخوام به افراد بدم و ازشون داده بگیرم رو درست میکنم که بعد برم کپیشون کنم و ببینم اگر دانشگاه و نمیدونم استاد راهنما اینا تایید میکنه که از همین پرسشنامه ها استفاده کنم.